سلام و عرض ادب. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. بدون فوت وقت بریم تو بازی. بچه من چند تا منفی زدم دیگه. بالاخره تاپ رنک و منفی های خودش بالا بودیم. مولوش 100-120 تا منفی زدم. 2 تا بازی باختم. یه ترکیب جدید چیدم. اینمون لول 14. حالا منتظرم که وایلد کارت و ماجیک آیتمون بره بالا بتونیم 15ش کنیم، ولی با همین 14 بریم ببینیم میتونیم کارو در بیاریم یا نه. اولین مچو بزنیم. من فکر کنم یه خورده صدا زیاده، الان بهتر شد. بریم ببینیم اوضاع احوال چجوریه، بازی دست کیه. یه خورده این متاه جوریه که بچه‌ها شاید باورتون نشه، یعنی شرایط جوری شده تو این متا که کارت هایی مثل ویچ و کارت هایی مثل بیبی دراگون خیلی اذیت میکنن، یعنی بیش از اندازه دارن اذیت میکنن. مجبوریم که یه اسپل سنگین بیاریم که بتونه این 2 تا کارتی که با هم کوپل میکنن، سایکل میکنن پشت هم، اینا رو بتونیم بزنیم. واقعا عذاب آوره، واقعا عذاب آوره، مخصوصا وقتی که با الکترو جاینت که میان دیگه واقعا کاریش نمیشه کرد، رسما کاریش نمیشه کرد وقتی با الکترو جاینت میان. من 2 تا مچ قبلیم که باختم توش الکترو جاینت بود، پشتش بیبی دراگون اِوولوشن میندازه که سرعت هم زیاد میکنه، یه دونه ویچ هم بندازه دیگه تمومه. یعنی تقریبا میشه گفت هر دکی رو درو میکنه. حالا باید ببینیم چجوری هست دیگه. خب یه حمله سری بریم این کارتمون بیفته جلو. من فکر کنم این مچ لوزه. چرا؟ چون این سایکل این دکه چیز خیلی سایکلش قویه و همینطور که میبینی دارم ببین اصلا هیچ کار نمیکنم، یعنی نمیتونم هیچ کاری بکنم رسما. خیلی ریلکس طرف میاد کارتا رو جمع میکنه. همه حملات هم عقیم میشه انگار. تأثیر انگار نداره واقعا. بیا خیلی راحت پاورمون رفت و بریم دست بعدی. دکش خیلی دکه سایکلی دریل. نمیشه اصلا کارتا رو جفت جو کرد. ببخشید بچه من یه خورده سکوت میکنم به خاطر اینکه ببینم شرایطش چجوریه. میشه به قول معروف کار رو در آورد یا نه. خب دیگه اینو دفاع نمی کنیم. میدونیم که یه دونه فقط
گلدون جایل بکنیم و بریم واسه حملم. خیلی دمیج خوردیم، خیلی دمیج خوردیم. اوه ورژن راسکالزش، ورژن راسکالز سخت‌تره نسبت. حالا این نایت هم داره که فقط داره دک ما رو استوپ میده. اصلا کارت من نمیتونین جلو برن در این حد، در این حد کارت من اصلا نمیتونن جلوتر از یه حدی برن. چرا اون برای انداختم من؟ چرا من تمرکز نمی کنم بعضی اوقات؟ واقعا چرا؟ خب هیچ بریم واسه دفعه دوباره. نه بچه ترکیبم زیاد خوب نیست، ترکیبم باید عوض کنم. سایکلش خرابه، خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. شاید تو اکسیر 2 برابر شاید اونم بتونه تا این جاهایی بیاد، وگرنه سایکلش خرابه. این دستم باختیم و برم دکو عوض کنم. دکو عوض کنم، جای مادر ویچ باید چیز بیارم، عروض بیارم. عروض بیارم و یه دستی باتون بزنم و از خدمتتون مرخص شیم. فکر کنم این خیلی بهتره. به رنگ خوردیم، به رنگ خوردیم، به رنگ خوردیم. پو 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 پو. بریم ببینیم دوست عزیزمون چی داره. بچه‌ها ببینید اصلا کلا این بازی یه جوری طراحی شده کلش رویال که واقعا ادعا نمیشناسه. جدی دارم میگم، واقعا ادعا نمیشناسه. یعنی بازی یه جوری طراحی شده، حالا من نمیدونم چرا اینجا رو من رفتم واسه حمله، تونستم حملم نرم اونم چرا وای بابا بزنش، سرویسمون کرد، دهن تو سرویس. اسپل آخرمون اصلا نباید رو کنیم، نفهمه. باید یه برنامه باهاش بچینیم با اسپل آخرمون، یعنی همون. ببین چقدر راحت، یعنی چقدر ریلکس، انگار که داره آب نبات میزنه. هیچ اونم که کلا همه شیلدهای سربازامو گرفت. من نمیدونم واقعا. بذار اینو بریم، فکر کنم میخواد الکتروویزارد بیاره. مگا نایت، تنها چیزی که فکر نمی‌کردم داشته باشه مگا نایت بود. واقعا فکر نمی‌کردم مگا نایت داشته باشه. واقعا فکر نمی‌کردم مگا نایت داشته باشه. فکر می‌کردم پکا باشه. بابا نزن جون جدت، نزن جون جدت، سرویس همون کردی به قوله کرده عزیز.
نه فکر نمی‌کردم مگانیت داشته باشه. خب دمتون گرم بچه‌ها، امیدوارم که لذت برده باشید، ولی خب چاره‌ای نداشتم دیگه، نتونستم بزنمش. امیدوارم که ویدیوهای بعدی بهتر بازی کنیم. دمتون گرم، فعلا خداحافظ.